با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از جانب وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رهبریت گروه کاری عاید به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نسیم عالمزاده و رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده یک قطار маъюбон از جمله امید ظریف و امیرجان رحمتوف حسن و زهرا شرمتوف ها مورد ايودات قرار داده شدند. تاکید گردید که حفظ اجتماعی اهالی از جمله شخصان دارای امکانات محدود از سمت‌های مهم و اساسی سیاست حکومت جمهوری به حساب می‌رود. از زمان به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر تأمین کفالت‌های اجتماعی مردم خصوصا маъюбон تدبیرهای نظر است به انجام رسانیده می‌شود. از جمله طبق قانونگذاری عمل کننده برای маъюбон یک قطار امتیازها و کفالت‌های اجتماعی دولتی مقرر گردیده است. ايودات شدگان و پیوندان آنها برای چنین توجه و غمخواری پیوسته به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان منتداری بیان نمودند.